سلام دوستان، امروز میخوام شما را با سس بوفالو آشناتر بسازم. آیا میدونید سس بوفالو چی نوع سس و در کدوم شهر و در کدوم سال قابل استفاده قرار گرفتند؟ سس بوفالو یک سس گرم تندیه که در دهه 19 در شهر بوفالو نیویورک قابل استفاده برای اولین بار قرار گرفت. این سس از ترکیبات سس فلفلی تند که تو ایران هم موجود است و کریز لوکشا و غیره ادویه‌های قابل استفاده قرار میگیرد. بعضی از دوستاها کامنت گذاشتن برای ما که این سس با چی نوع غذا قابل استفاده قرار میشه. من برای شما پیشنهاد میکنم که این سس چون غلیظ است خیلی طعمی باحالی داره که من خیلی عاشق این سسم و این سس رو میتونید با چاشنی بالی مرغ و سیب زمینی و غیره پروتئین قابل استفاده قرار بدیم. واقعا یک سس بسیار فوق العاده ای است که ما بسیار با صورت فوق در سراسری رستوران ها، کافه ها قابل استفاده قرار گرفته است که تا فعل حال ما از این سس استفاده میکنیم و البته پیشنهاد میکنم که در هر جا و مکانی که هستین از این سس یک بار اگر استفاده نکردین استفاده بکنید. واقعا سس بسیار معروفیه که در شهر نیویورک اولین بار استفاده شده.